نیاز اول همه ما نیاز به مهره، نیاز به عشق و توجهه. همه نیازهای دیگه اگه برطرف نشن بالاخره یه کاریش میکنیم، ولی وقتی شکست عاطفی باشه فلج میکنه انسانو، زمینگیرمون میکنه. مرد و زنم نداره. اگه یه چند نفری تو زندگیت هستن که تو رو دلخور کردن، تو رو رنجوندن، ازت میخوام که بین 8 میلیارد نفر انسان اون چند نفر رو بیاری توی قلبت، روشون زوم کنی و بیاری جلو. قلبت رو باز نگهداری به روشون، حتی اگه عقل و منطقت میگه که نه این یکی نه، ازت میخوام که قلبت رو به روشون باز کنی. قلبی میتونه با تمام پتانسیلش کار کنه که هیچ گونه گیر و گرفتی توش وجود نداشته باشه. قلبی میتونه معجزه کنه که صاف و زلال مثل آینه باشه.